سلام، روز همگی بخیر. امروز تقریبا فکر میکنم یه 10 روزی میشه که از این تایم بیکاری من گذشته. البته 7 روز کاری شاید مثلا. تو این مدت مطالعه میکردم و کتابخونه میومدم. امروزم دوباره اومدم همین فضایی که میبینید، اومدم کتابخونه ملی و همچنان این کار دارم انجام میدم و در کنارش ورزش دارم و همینطور مسافرت خیلی خوبی که آخر هفته داشتم کلیپاشو شیر کردم. و یه نکته مثبتی که تو این دوره داشته، تونستم خیلی چیزا رو مطالعه کنم، چیزایی که وقت نمیکردم در حین کار، و احساس میکنم چقدر این همزمانی خوب شد برام که تونستم به این مطالبی که همیشه تو ذهنم بود باید توش عمیق بشم و خوب بخونم و وقت نمیکردم، تونستم به اینا برسم. و تو این مدت چند تا مصاحبه خیلی خوبم هم خواهم داشت. تو این هفته و هفته پیش داشتم، خیلی راضی بودم ازش. احساس میکنم تو مسیرم، واقعا تو مسیر درستم. شاید از بیرون یکم ناراحت کننده باشه که مثلا فعلا مشغول به کار نیستم و بعد این همه سال این بیکاری یه ذره اذیت کننده باشه، ولی احساس میکنم که نتایج خیلی خوبی داره. و نکته مثبتی که داره، دقیقا هوشیارانه دارم پیش میرم طبق برنامه و احساس میکنم که یه وقتای زندگی تو رو متوقف میکنه، یه برگشت به عقب داشته باشی و یه جامپ خیلی خوب انجام بدی. به خاطر همین چون من قرار گذاشته بودم که چالش روزای بعد بیکاریمو به اشتراک بذارم، دوست داشتم که این کلیپ رو امروز از خودم بگیرم، ولی فعلا نتیجه خاصی نداشته این کارا و دستاورد در لحظه ندارم، ولی حالم خوبه و احساس میکنم که همیشه نباید روی روتینی بری. شاید اصلا اینجوری دارم از ماتریکسم خارج میشم، نمیدونم.